مرزبانان پولشا و لهستان جسد 4 نفر از جمله یک زن را که می‌خواستند از بلاروس به پولشا عبور کنند پیدا کردند. حالا مقامات حفظ حقوق کوشش دارند هویت هلاک شده ها را معلوم نمایند. سروزیر پولشا ماتئوش موراویتسکی میگوید شهادت زیاد است که بلاروس با پشتیبانی روسیه موج مهاجران غیر قانونی را توسط مرز بلاروس به اتحاد اروپا راهنمایی می‌کند. به قول مقامداران بلندپایه پولشا، بلاروس هزارها مهاجر غیرقانونی را همچون قصاص به تحریم‌های اتحاد اروپا به عبور مرز لیتوا و پولشا هدایت می‌کند. حداقل 2 یا 3 نفری که سرحد پولشا را گذشتند از سرما یا خستگی فوت دیدند. ما همه کاری از دستمان می آمده را انجام می دهیم تا به آدمانی که سرحد را عبور کرده و در جنگل ها و باتلاق ها و منطقه های دشوارگذری نزد سرحدی آواره شدند کمک نموده آنها را نجات دهیم. خود همین روز مرزبانان پولشا 8 مهاجر غیر قانونی را که در باتلاق غوطیده بودند نجات دادند. به قول سروزیر ماتئوش موراویتسکی عموما در ماه سپتامبر علیه 4000 نفر کوشش به طور غیر قانونی وارد شدن به قلمرو پولشا را کردند. در دوام 2 ماه اخیر قریب 7000 حالتی بود که مهاجران غیر قانونی می‌خواستند از مرز عبور کنند. ما یک زنی حامله را با 13 فرزند بازداشت کردیم که هیچ یکی از آنها کودکان اون نبودند. چون این به نظر می رسد که آنها را از خانواده هایشان جدا کرده مجبور نمودند که سرحد لهستان را گذرند. نصف کودکان با کووید 19 در بیمارخانه بستری شدند. در همین حال پولشا علیه در مرز با بلاروس سیمخوار کشیده قصد دارد امنیت منطقه مرزی خود را تقویت داده در آینده نزدیک به آنجا باز 500 سرباز و ماشین های نظارتی فرستد.